تصور کنید که فردای شما به چه شکلی خواهد بود. برای مثال 20 یا 30 سال دیگه احوال شما یا کشور به چه رواله‌ایه. 500 سال دیگه اگه دنیا به آخر نرسیده باشه، دنیا به چه سمت و سویی در حرکته. حقیقت اینه که هیچ کدوم از ما توانایی این رو نداریم که فردای خودمون رو پیش بینی کنیم. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأی ارض تموت. هیچ کس نمیدونه که فردا چه چیزی در انتظارشه و هیچ کسی موقعیت مکانی مرگ خودش رو نمیدونه. امروز ثروتمند هستی و فردا تمام ثروتت رو از دست میدی و فقیر میشی. امروز در یه خونه شیک و زیبا نشستی، فردا بی خانمان شدی. امروز با یه مرد فوق‌العاده ازدواج کردی، فردا بیوه شدی. امروز سالم و سرحال سر کار میری، فردا روی تخت بیمارستان دراز به دراز خوابیدی. امروز سایه پدر و مادر بالای سرته، فردا یکی از اونها یا هر دوشون رو از دست دادی. امروز چند تا فرزند قد و نیم قد داری، فردا خدا یکی از اونها یا چند تاشون رو ازت میگیره، چون این قانون این دنیاست. این دنیا جای آزمایش پس دادنه. به محض اینکه در این دنیا به یه چیزی وابسته میشی و احساس میکنی که تا ابد در اختیارش داری، الله اون رو ازت میگیره تا اینکه بدونی هیچ چیزی ابدی نیست به جز ذات الله. با تمام وجود چیزایی رو دوست داری، چون ذات انسان به این شکله. به محض اینکه بهش نزدیک یا وابسته میشی، الله اون رو ازت دور میکنه. تا به یاد داشته باشی و همیشه به خودت یادآوری کنی که در مقابل الله فروتن باشی و بدونی که همه چیز در کنترل و اراده اونه. تا اینکه همیشه اعتماد خودت رو به الله ببندی. نه به پول، نه به خانواده، نه به والدین، نه به فرزند، نه به کار، فقط و فقط به الله. لا تقنطوا من رحمة الله